عزیزای دل، ببینین امروز براتون چه چیزی آوردم. یه چیز بسیار مفید. اگر اینو درست کنین متوجه میشین که چقدر حالتون بهتر شده و چقدر خاصیت داره. کلم قرمزامون رو خورد میکنیم به هر اندازه‌ای که دوست داریم. اسم این پیشغذای آلمانی اسمش زاورکراوته. البته آلمانیا به زاورکرات به تلفظ خودشون میگن. کلمه‌های خرد شده‌مون رو می‌ریزیم داخل کاسه و یه مقدار نمک روش میپاچیم. شروع میکنیم به چنگ زدن. در اثر این چنگ زدن یه آبی ازش خارج میشه که به اصطلاح این کلمات که له میشن تبدیل میشن به یک کلم ترش و اون آب باعث میشه که این کلمات تخمیر بشن. البته بعد از اینکه این کلمات رو چنگ زدیم کامل، ما باید بذاریم هول و هوش تقریبا 10-12 ساعت این توی یه جای خنک بمونه و هی مقدار اون آب زیاد میشه. خاصیت‌های خیلی زیادی داره. اولا خاصیت پروبایوتیک داره، پس در نتیجه بی نهایت برای بدن، برای روده ها، برای گوارش خیلی خوبه. برای کسایی که یبوست دارن و متوجه میشیم بعد از مصرف اون چقدر رو پوستتون اثر گذاشته، یعنی یه شفافیت عجیبی به پوست میده. کسایی که دیابتی هستن متوجه میشن بعد از خوردن این کنترل قندشون کنن چقدر قندشون اومده پایین و تقویت سیستم ایمنی بدن و مهمتر از همه برای خود من کاهش وزن میده. خیلی یعنی کاهش وزن چشمگیری میبینید که میتونی هم به صورت سالاد هم کنار غذا بخوریم. در آخر نوع کلمه رو داخل شیشه میریزیم. بعد از اون 7-8 ساعت که آب انداخت کامل آبش رو میریزیم روش و میتونیم در جای خنک نگهداری کنیم. زمستونا بیرون، تابستونا در یخچال. لذتش رو ببریم نوش جان.